اگر فشار خون شما همین حالا به 180 برسد، اولین کار که باید انجام دهید چیز در کمتر از 1 دقیقه برای شما توضیح می دهم. سلام، من دکتر عبادالله نظری هستم. اگر فشار خون شما یا یکی از عزیزانتان به 180 برسد، دست پاچه نشوید، اما آن را هم هرگز ساده نگیرید. اول در یک جای آرام بنشینید و 5 دقیقه استراحت بکنید. سپس دوباره فشار خون خود را اندازه بگیرید. بدون مشوره دکتر مقدار دوا را خسترانه زیاد نکنید و چند قرص فشار خون را همزمان مصرف نکنید. اگر همراه با فشار خون بالا درد شدید سینه، تنگی نفس، بی‌حسی، ضعف یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا تاریکی داشتید، این حالت عاجل است. فوراً به نزدیکترین شفاخانه مراجعه بکنید یا از خدمات عاجل کمک بخواهید. به یاد داشته باشید تشخیص و درمان موقع فشار خون بالا می تواند از سکته قلبی، سکته مغزی و عوارض خطرناک دیگر پیشگیری کند. اگر این آموزش برای شما مفید بود، ویدیو را لایک بکنید، با دوستانتان با اشتراک بگذارید و کانال را دنبال بکنید. شاید همین 1 دقیقه آموزش روزی جان یک انسان را نجات دهد.